قرارداد جوئل کوچو سرانجام با استقلال نهایی و رونمایی شد، اما ثبت در هیئت فوتبال نشده و کارت بازی بازیکن صادر نشده و احتمالاً به بازی شمس‌آذر قزوین نمیرسه. اول باید بلانکو از لیست خارج بشه. آخرین وضعیت جوئل کوچو به کجا رسیده و آیا برای بازی با شمس‌آذر قزوین میتونه بازی کنه یا نه و وضعیت بلانکو در چه مرحله‌ایه؟ بفرمایید. ببینید در مورد آقای کوجو باید بگم که خب ایشون طبق قانونی که سازماندهی اعلام کرده امسال 48 ساعت قبل از بازی باید قراردادش ثبت می‌شد. این اتفاق انجام نشد. حالا درخواست آی‌تی انجام شده و آقای بلانکو بعد از لیست خارج میشد و آقای جوئل کوجو اضافه میشد و من دیگه بعید می‌دونم که این اتفاق انجام شد، چون آخرین اطلاعاتی که داشتم تا یک ساعت پیش این اتفاق انجام نشد. بلانکو که قطعا از تیم جدا میشه. حالا سر اون مبلغی که حالا $36000 بود تفاهم رسیدن. خب باشگاه اصرار داشت $214000 که این فصل گرفته با همون جدا بشه که حالا صحبتایی که انجام شده احتمالاً $36000 هم باشگاه باید رضایت بده و یه صحبتی شده بود میگفتن که بازیکنان مازاد استقلال اصلا نمیخوان جدا بشن. این صحت نداشت. بازیکنان مازاد اعلام کرده بودن به مدیریت باشگاه که ما تا نیم فصل رو بپردازید ما هستیم جدا خواهیم شد. من شرایطی که دارم جوئل کوجو دیگه میگم تا یک ساعت پیش که من اطلاعات داشتم اتفاقا نشد و بعید میدونم آقای کوجو به بازی با شمس‌آذر برسه مگه اینکه تو 20 دقیقه نیم ساعته میگم من چون در جریان که اومدم جایی دسترسی نداشتم، من اینکه تو نیم ساعت اتفاقی انجام شه بعید میدونم. خیلی ضعیفه کوجو واسه شمس‌آذر نیست، بلانکو خارج میشه. ما تایم رو داریم تا فردا آخرش تایم داریم که لیست برای لیست آسیایی ما بازیکن خاصی رو خارج کنیم و ان شاء الله کوجو برای لیست آسیایی رد کنیم. آقای محمد رضا آزادی بازیکنیه که باشگاه باشه تفاهم کامل رسیده، امشب به تهران میرسه و قرارداد باشگاه نهایی میکنه ان شاء الله و فردا میتونیم وارد لیستش کنیم. آقای آرمان رمضانی این بازیکن هم میگم تا ثبتش انجام بشه بازیکن قطعا به اگه امضا بشه نمایی بشه این بازیکن هم قطعا به دیدار با شمس‌آذر نمیرسه ان شاء الله بازی بعد. این دو تا بازیکن کوجو و آزادی بازیکن هستن که به استقلال اضافه شدن. میگم هنوز آزادی امضا نکرده، ان شاء الله امشب برسه تهران و امضا کنه. در مورد کاکوتا هم خیلی توضیح بدم. کاکوتا نگرد کاکوتا این دوستان اصلی که تو لایو قبلی گفتیم امشب بهش کامل می‌پردازیم. علی قلیزاده من شنیدم پیشنهاد خوبی از استقلال داره و یه موضوعی هم بهش پرداخته شد که راجع به درویش اصرار داشتیم بازم اگر بیاد ایران برای پرسپولیس بازی می‌کنه. رقمی که استقلال پیشنهاد داده بود تو مدیریت قبلی 3.5 میلیون دلار برای 2 فصل بوده و 2 میلیون رقم انقدر بالا بوده که علی قلیزاده احتمالاً اگر بیاد ایران با استقلال می‌بنده. این در چه مرحله حالا موقع مدیریت جدید همچنان پیگیر علی قلیزاده هست و این پیشنهاد پاورجای آیا امکانش هست در این پنجره جذب بشه یا میره برای پنجره بعدی در پایان فصل؟ من بعید می‌دونم آقای قلیزاده جذب بشه در این پنجره بعیده. آیا پرسپولیس می‌پیونده؟ اصلا بعید می‌دونم به ایران بیاد دیگه این بازیکن با توجه به اتفاقاتی که افتاد. من بعید می‌دونم، یعنی اینکه به احتمال بسیار زیاد این قضیه منتفیه دیگه. باشگاه استقلال اولین اقدامش برای قلیزاده چه مدیریت قبلی چه کنونیمون وظیفه‌شون این بود که آقا اولا که جلوگیری کنند از پیوستن به تیم رقیب. پیشنهادی داده بودن. حالا اگه اون پیشنهاد مورد قبول واقع شد که میاد به استقلال، اگرم نبود که تیم رقیب نمیره و من میگم بحث قلیزاده رو کلا باید مخدوم. محمد محبی هم مخدوم است فعلا. بله محمد محبی که کلا دیگه اصلا تو مدیریت جدید، چون محمد محبی اصلا دوست نداشت بیاد، هم موقعا گفتیم خودش علاقه نداره بیاد، ولی تو مدیریت جدید هم که دیگه بعد از اینکه خودش واقعا علاقه نداشت و واقعا وقت هم نشد که بخواد بهش اضافه کنه. بسیار آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی ما این شایعه صحت داره. میگم باشگاه دنبال جذب علی کریمی، محمد قربانی و بیفوما بود. آیا این سه تا گزینه به چه صورته؟ و حتی میگن در مورد ثابت ایمانی باشگاه پیشنهاد داده که به جاش ما میتونیم کریمی و قربانی رو جذب کنیم و مربی نظر نداشته. آیا همچین چیزی بوده که این دو ملی پوش یا حداقل علی کریمی که سطحش ملی پوش، حالا ملی پوش هم نباشه هر دو در سطح ملی پوش و لژیونر، آیا همچین صحبتی بوده یا نه؟ وضعیت بیفوما چیه؟ این سه تا رو توضیح بده. بیفوما اصلا موضوع جدی این باشگاه استقلال و استقلال خوزستان نبود. این از روز اول اصلا جزء، چون ما سهمیه خارجیمون پر بود، بلانکو هم به زور خواستیم خارج کنیم که آقای کوجو بهش اضافه بشه. سهمیه هم هنوز به صورت رسمی اعلام نشده به باشگاه. میگم جلسه میذارن تو جلسه توافق میشه تصویب میشه، ولی به صورت رسمی تا وقتی اعلام نشه باشگاه یعنی افزایش پیدا نکرده سهمیه دیگه. بیفوما موضوع جدی نبود اصلا که مثلا بگن که آقای موسیمانه نمیخواد یا باشگاه باش مذاکره نکنه. اصلا بیفوما من فکر کنم بازی رسانه‌ای بود توسط حالا یا ایجنت خودش یا باشگاه استقلال خوزستان که بتونه قیمت مناسب بفروشه که نتونست این کارو انجام بده. اما در مورد آقای قربانی ببینید ایجنت ایشون آقای رضا فیضبخش هستن. آقای رضا فیضبخش مذاکراتی که با آقای سمیعی داشتن به نتیجه رسیدن که آقا قرارداد که مبلغ رضایتنامه آقای محمد قربانی 1 میلیون دلار اگر شما اوکی باشید من تا 20% تخفیف میگیرم. تا اینجا پیش رفت محمد قربانی خوشم اوکی بود و کاراش هم باشگاه خوش انجام داده بود، ولی دیگه علاقه دیگه از جانب باشگاه دیده نشد و این مبلغی بود که اعلام کردن که میگم مبلغ $500,000 که واقعا چیز محض بود، مبلغ 2 میلیون دلار هم چیز محض بود. حالا مبلغ 1,700,000 رو اگر قرار باشه، چون $700,000 خود آقا محمد می‌خواست برای قراردادش، اگر منظورشون این بود که مبلغ رضایتنامه و قرارداد خود محمد 1,700 خب صحت و ما نمیتونیم دروغ بگیم که این داستان، ولی واقعیت هم اینه که بعد 1 میلیون دلار خودش مبلغ رضایتنامه بود. گفتم آقای فیسبوک گفت که من 20% تخفیف میدم 700 تومن برای خود محمد قربانی، چیزی بود که بسته بودم برای 2 فصل و نیم. ارزم بزرگ مبارکتون چیز دیگه هم که بود این وسط یه شخصی هم بود که رابطه بین باشگاه سپاهان بود که نماینده باشگاه سپاهان بود که محمد قربانی به روسیه بفروشه. ایشون نقش ایجنت رو نداشت. رسانه‌ها اومده بود تو اخبار وایرال کرده بود که آقا 2 میلیون دلار که استقلال بیخیال این بازیکن بشه و بتونه تیم روسیه دیگه این بازیکن رو بفروشه. اصلا که آقای اضافه بخش مستقیما ایجنت ایشون هستن و آقای فانکشن میدونم فرشید کریمی اگه اشتباه نکنم ایشون نماینده سپاهان بودن، ایجنت آقای محمد قربانی نبودن که بخوان انتقال رو انجام بدن. علی کریمی در چه وضعیتیه؟ ببین علی آقای کریمی ارزم حضورتون که صحبت انجام شد و یه مبلغ رضایتنامه قرار باشگاه اعلام کنه. میگم این موضوعات دیگه موضوعی نبود که دوره جدید مدیریت پیگیری بشه و رسما در به آقای علی کریمی و محمد قربانی محمد محبی زیاد پیگیرش نبودن و بعید می‌دونم علی آقای کریمی آقای محمد قربانی و آقای ارزم بزرگ مبارک محمد محبی دیگه بتونه اضافه بشن. مگه اینکه مبلغ رضایتنامه رو بریزن، اگه بریزن خب جوابشون رو به ما دادن. مذاکرات بین شما نامه میدی بازیکن رو میخوای، اونا میگن مبلغش نداره دیگه، ادامه نداره. شما اگه میخوای کم کنی که میگی آقا کم کن، اگه نه که پول بدی دیگه. همین اصلا اینجا نقل انتقالات ما شد کجا جای بلانکو آزادی جای آرمان و احتمالیا. حالا احتمالیا رو بگو دیگه. بعد کوشکی معاوضه با غلامی، فلاح معاوضه با لطفی یا حالا زبیر معاوضه با غلامی. بین کوشکی و زبیر میگن قرار یکشون با غلامی معاوضه و فلاح با لطفی آلومینیوم معاوضه و ثابت ایمانی به عنوان آخرین گزینه جذب بشه. این میشه بیس نقل انتقالاتی ما، یعنی این 5 بازیکن کجا آرمان، غلامی، لطفی، ثابت ایمانی. درسته؟ و قضیه
مهران احمدی هم توضیح بده. مهران احمدی توافقات انجام شد، اصلا انتقال قطعی بود و صحبت‌ها انجام شد، همه کارا تموم شده بود. متاسفانه یه سری اتفاقاتی افتاد که اصلا نمیخوام بازگو کنم. توی کیش یه سری اتفاقات افتاد که کلا این پروسه کنسل شد، کلا در کمال ناباوری. یعنی واقعا مهران احمدی بازیکنی بود که دیگه میشد گفتش که تموم شده است این بازیکن. و حالا یه سری اتفاقات افتاد که من چون اصلا اهل دامن زدن به حاشیه و حواشی نیستم، اصلا بهش ورود نمی‌کنم. بله مهران احمدی متاسفانه امشب ما خیلی از کلمه کنسل اضافه استفاده کردیم، کلا کنسل شد. در مورد ورودیا ببینید باشگاه تراکتورسازی بازیکن استقلال رو می‌خواد که روش سرمایه‌گذاری کرده، روش هزینه گذاشته. میگه آقا قطعی به من بدید و آقای غلامی رو ببرید. خب باشگاه استقلال اصرار داره که بازیکنان قرضی جابجا بشن. میگم باید این بالا پایینی انجام بشه، به تفاهم برسن. هم آقای کوشکی هم آقای زبیر بازیکنایی هستن که تراکتور علاقه داره که این دو تا بازیکن رو ارزم بزرگ مبارک که یکیشو بگیره. منتها اونم میگن قطعی و باشگاه استقلال مخالفت کرده. جلسه داره برگزار میشه. در مورد آقای ثابت ایمانی مدیریت وقت که ایشون تمرین هم بودن اعلام کرد که حالا به روشایی که خودش داشت، حالا کجدار مریض یا حالا رفاقتی زیر بار امضای قرارداد آقای ثابت ایمانی نمیره و واقعا باید بگیم مدیریت جدید هم نمیره. ببین نمیخوایم که ارزم بزرگ مبارکتون که بخوایم کسی بگیم یا کسی بخوایم خبر دروغ بدیم، ولی خب اعتقاد داره آقای موسیمانی، اعتقاد داره هم غلامی هم آقای ثابت ایمانی بازیکن مد نظر من هستن و میگم تو دوره قبلی هم که خب آقای ثابت ایمانی میگه مهدی پور واقعا شرایطش هم شرایط مسئولیتش مثل آقای ثابت ایمانی، یعنی جفتش مسئول بوده. خب چرا مهدی پور انتخاب نمی‌کنی؟ خب زیر بار نرفت امضا نکرد و فکر حالا میگم این خطر قرارداد باید بگیم خطر دیگه، خطر قرارداد امضا کردن قرارداد ثابت ایمانی وجود داره، ولی مدیریت جدید فعلا زیر بار این موضوع نرفته. ببینیم در ادامه چی میشه. خب وضعیت معاوضه کوشکی یا زبیر با غلامی خیلی نزدیک، فلاح هم با لطفی دیگه درسته؟ بله سلام لطفی به صورت قرضی باشگاه میخواد. بسیار عالی. اینا هم که گفتم مرداد محمدی تکلیفش میشه، ما لیستو خالی می‌ذاریم اگر مرداد مسئولیت در اومد بعداً اضافه شه. بله مرداد به لیست اضافه خواهد شد قطعا. خب مهدی پور جدا شد قطعی تمام. مهدی پور با ما قرارداد نداشت که جدا بشه، ما فقط میتونستیم باش قرارداد ببندیم که اضافه بشه، چون بازیکن آزاد بود. الان تو مازندران و نساجی داره تمرین میکنه. مهدی پور بازیکن نبود که با ما قرارداد داشته باشه. پول کنسل شد، شنیدم آخرین رقم تا 25 میلیارد هم کاهش پیدا کرده رضا صحت، 25 میلیارد. نه 35 میلیارد بود که ندادیم دیگه، ندادیم کنسل شد. پس غلام رضا ثابت ایمانی لطفی غلامی آزادی کجا قطعی؟ غلامی با کوشکی یا زبیر معاوضه میشه، فلاح با لطفی ثابت ایمانی احتمالاً قرارداد بسته میشه. سعید صادقی خبری راجعش بود، به کجا رسید؟ ببینید سعید صادقی صحبت شد با آقای طیبی و مذاکرات هم انجام شد. قرار بود که کادر ایرانی فیلم بازی آقای سعید صادقی به موسیمانه بدن، با تغییرات مدیریتی که پیش اومد فراموش کرده بودن و این فیلم بازی رو به آقای موسیمانه ندادن ببینن. حالا الان دیروز فیلم بازی آقای سعید صادقی رو دادن به موسیمانه دیده و در موردش باید نظر بده. تا این لحظه هیچ نظری نداده ولی قرار نظر بده، ولی مذاکرات بسیار جدی انجام شده بود. وضعیت دفاع راست اون به کجا میرسه؟ دفاع راست تا گزینه رو آقای موسیمانه اعلام کرده باشه، آقای صالح اردانی که کلا منتفی شد، آقای علی آزادمنش که رقم قرارداد رضایتنامه‌اش 15 میلیارد بود و آقای مهدی تیکدری که متاسفانه میگم یه سری داستانا پیش اومده ما لیستمون پره و مذاکره ولی میشه با یه گزینه شده گفتن اسم نبرید، ولی با یکی این دو تا ساله که کنسل اگه پول آقای آزادمنش رو بدن این بازیکن استقلال خواهد شد. خالد آبادی موندگار شد، فعلا تو تیم هست. خب مطالبات موسیمانه نقداً پرداخت شده امروز نبود، چند روز پیش تو حسابی که تو خبرنامه معرفی کرده بود بله به حسابش خود میگن دلاری بهش نقداً دادن. یه بخش پیش بودش که ببین نگاه کن آقای موسیمانه یه شماره حسابی داده بود که حالا مشکل داشت، بخشی از پول نشست، بخشی چند روز پیش بود، یه بخش کوچیکیش هم به صورت نقدی بهش دادن ولی بخش ازش به حسابش نشست، حسابی که تو خبرمیانه به باشگاه معرفی کرده، حساب جدید. یه خبر اختصاصی تو لایو قبلی دادی که قرار با یه بازیکن مازاد یه پیشنهادی از امارات داره، اون بازیکن گایل کاکوتا بود درسته؟ میخوام تو این لایو بپردازیم. گایل کاکوتا مازاد میشه. ببینید قرار بود به تیم اماراتی این بازیکن پیشنهاد داده شد قرار بررسی بشه و مازاد بشه، همچنان باشگاه پیگیر این است اگر سهمی افزایش پیدا نکنه آقای گایل کاکوتا رو بفروشن، ولی تا این لحظه این موضوع نهایی نشده شد و قرار این تصمیم هست که بتونه بازیکن خارجی جایگزین آقای کاکوتا بکنن به تیم اماراتی. که اگر گایل کاکوتا جدا بشه ما یه خارجی احتمالاً جذب می‌کنیم تو انتقالات. اگر کاکوتا جدا بشه و میگم با اماراتی که پیشنهاد دادن به تفاهم نرسیدن، اگر کاکوتا جدا بشه بازیکن خارجی جذب میشه. یه خبری اومد که یه ذره شیطنت رسانه‌ای توش بود، یه رقمایی اعلام کردن که اون تا نیم فصل پولش میخواد، اون 200000 تا میخواد، آرمان 100000 تا میخواد، اون کاکوتا. خب این رقماشون تا نیم فصل باید بگیرن دیگه. وقتی مثلا کاکوتا 200000 تا گرفته تا نیم فصل هم بازی کرده خب باید پولش تا نیم فصل بگیره دیگه درسته؟ واسه این شیطنت رسانه‌ای بود دیگه. اگر بخوام جلوشون باید پولش تا نیم فصل بگیرن دیگه درسته؟ ببینید یه توضیح بهتون بدم دوست عزیز، شارق و هواداری عزیز، بازیکن وقتی نیم فصل خود از تیم جدا بشه ارزم بزرگ وقتی باید تا نیم فصل پولش پرداخت بشه. آقای آرمان رمضانی 35% قراردادش گرفته بود، 15% مونده بود که مبلغ بسیار سنگینی هم نمیشد، پرداختش جدا شد. آقای بلانکو 214000 دلار گرفته، 36000 دلار دیگه هم باید بهش بپردازن جدا بشه. هر بازیکنی بخواد از تیم استقلال جدا بشه باید طول نیم فصلش رو بگیره. این امر بسیار مهمیه و دیگه خیلی ساده است. یا شما باید یه نیم فصلش بهش بدید دیگه جدا بشه تفاهمی. بندگان خودت تغییر قراردادشون نمیخوام، فقط تا نیم فصلشون میخوام. بله دقیقاً همین است. یه بازیکن لژیونر ما تو لیگ ازبکستان به نام سیاوش نظری تو لیست آقای موسیمانی بوده. آیا مذاکراتی انجام شده و قرار به استقلال بپیونده یا نه؟ ببین واقعا تو لیست آقای موسیمانی نبود، اینو ایجنت‌ها معرفی کردن و رسانه‌ای کردن و واقعا نبودیم که خود آقای موسیمانی بگه اینو میخوام، نبودم چی موضوع. بسیار عالی. و اما یه اتفاق خیلی تلخی افتاده، یه جلسه متاسفانه دوره با ادمینای کانال تلگرامی و اینستاگرامی برگزار شده، همون اتفاقی در دوره سرمربی قبل صورت گرفت و یه باند رسانه‌ای تشکیل شد. الان مدیریت داره این کارو انجام میده. این جلسه خبری داری شما؟ امروز میگن دیروز جلسه بوده و بعضی کانال‌ها گفتن که ما داریم میریم دیدن مدیریت و آیا اصلا درسته این خط و خط بازی‌ها که تو فضای استقلال جلسه گذاشته بشه با ادمینا و برای اینکه فضا رو تلطیف کنن یا حالا به نوعی سفر رسانه‌ای تشکیل بدن جلسات شکل بگیره. خبری از این موضوع داری نداری به چه صورته؟ من هیچ خبری ندارم واقعیت و اطلاعی ندارم. نمیدونم کیا گفتن کدوم رسانه‌ها، من اطلاعی ندارم. زده بودن که ما به زودی جلسه‌ای داریم با مدیریت، هر سوالی داریم بپرسین که ما خودمون دوستان زده بودن، من اطلاعی ندارم. نه. بسیار عالی. خلاصه نقل و انتقالات استقلال بفرمایید و لایو ببندید. خلاصه که دیگه کجا آزادی غلامی جای کجا آزادی جای کجا به جای آقای بلانکو آزادی به جای آقای آرمان رمضانی، معاوضه آقای فلاح کوشکی. حالا اینی هم که دارم بهتون میگم تیکدری حالا اسمو ببرید دیگه، تیکدری هم گزینه‌ای هستش که احتمال معاوضه‌اش با بازیکن‌های ما هست. آقای کوشکی زبیر و آقای فلاح بازیکنایی که معاوضه میشن به ترتیب یا با تیکدری یا با غلامی دیگه بس مذاکرات یا آقای لطفی به مذاکرات باشگاه. آقای ثابت ایمانی هم واقعا نباید در حق مدیریت اشراف بشه، زیر بارش فعلا نرفتن برای مذاکرات.
و گال کاکوتا مازاد میشه، احتمال مازاد شدنش وجود داره. اگر صحبت‌های ببین نگاه کن، احتمال مازاد شدنش وجود داره. بذار خبر واقعی بدیم. صحبت شده برای اینکه آقای کاکوتا اگر پیشنهادی داشت بره، ولی اینکه بگیم که خودشون میخوان مازادش کنن فسخ کنن همچین چیزی صورت نداره. احتمال محافظه صحبت بشه که جدا بشه و بتونی بره. اگه بره بله یه بازیکن خارجی میتونیم جذب کنیم. خارجی هم مراکشی هست بذار همون وینگر مراکشی نه دیگه قراردادش امضا بهتون. بسیار عالی. ولیزاده کریمی محبی اینا پس کنسل، بیفوما اینا کنسل و مهردادم که احتمال. بعد یه نکته ما الان با این شرایط وضعیت لیستمون برای آسیا به چه صورته؟ ما هر کاری می‌کنیم باید تا 1-2 روز آینده تا قبل از ورود به بهمن انجام بدیم، لیست رو خالی بذاریم، بعد هر بازیکنی اضافه کردیم و ثبت کردیم تا 9 بهمن فرصت داریم که به لیست آسیایی اضافه کنیم. بعد جاشو الان خالی بذاریم. درسته؟ ببین به این صورته که باشگاه استقلال لیست آسیایی رو که میخواد بده مثلا 3 بازیکن میخواد، 3 تا جای خالی بعد لیست اولیه بفرسته برای آسیا. اینی که اومدن گفتن اگر لیست تو 30 دی ماه نفرسته هست میشینه کذب. نهایت فتنه‌اش که با هم لیست قبلی میریم به مسابقات. خب ولی اگر بخواد بازیکن اضافه بشه تا 30 دی ماه تو لیست اولیه که میفرسته، یعنی اون حساب اضافه یا ویرایشه، شما میتونید لیست تو خالی بفرستی. حالا با یه سری بازیکن که تو لیگ بازی میکنن دیگه کاری نداره، ولی اون بازیکن تو 9 بهمن ما فرصت داری بازیکن جدید رو جذب کنی و جایگزین اونها بکنی. منتها به شرطی که تعداد کل بازیکنان که توی اون 3 تا مرحله حساب اضافه بود بیشتر از 35 تا بازیکن نشه که ما نمیشیم. اگه 5 تا بخوایم تغییر بدیم تو هر بازه هم میتونیم تا 5 تا این تغییرات انجام بدیم. بهزاد غلامپور اصلا از استقلال جدا شد. تکلیف مربی دروازه‌بان استقلال کجا میرسه؟ یه مربی دروازه معرفی کرد موسیمانه به زودی جایگزین آقای بهزاد غلامپور میشه. آقای بهزاد غلامپور خیلی وقت داشتیم جدا شده بود. خارجی یا داخلی؟ مربی دروازه خارجی و اونم به کار قرار اضافه بشه. به عنوان آخرین سوال، یه وضعیتی حالا شکل گرفته بود که به هر حال بازیکن‌های خارجی هم راننده داشتن، هم شرایط هتلشون، شرایط اسکانشون و اینها. آیا لغو شده قضیه راننده ها و اینا یا نه؟ به چه صورت خبری داری؟ به زودی احتمالاً یه مقدار لوجستیکمون تغییر کنه. بعد ببین هندل کردن 11 تا بازیکن خارجی واقعا هزینه خیلی سنگین. 11 تا نیروی خارجی با کادر فنی بازیکن‌ها ما 11 تا رو روزانه هندل می‌کردیم. راننده شخصی، مسائل مربوط به مسکنشون، مسائل مربوط به خریدشون. احتمالاً با توجه به تغییراتی که انجام شده یه ذره لوجستیک متفاوت باشه. امیدواریم که در آرامش کامل باشن همچنان بازیکن. بسیار عالی. یه نکته هم داشتم، پس کجا هم به بازی با شمس آذر نخواهد رسید؟ احتمالاً محمد رضا آزادی هم به شمس آذر نخواهد رسید. ببینید نه دیگه محمد رضا آزادی قطعا نمیرسه دیگه. یعنی قرار ببینید توضیح کلی بده. فردا رونمایی امشب میرسه تهران. الان دبی آخرش پرواز به سمت تهران اطلاعاتی ما داریم. حالا امضا کنه رونمایی بشه. بازیکن وقتی قرار آلمان انگلیس بره بیرون که رونمایی کنه. درسته؟ بله. اشتباهی که سر کجا کردیم نباید در مورد آلمان می‌کردیم. مگر نه کجا رو خیلی زودتر از این می‌تونستیم رونمایی کنیم. بعد می‌ذاشتیم بدون بره بعد رونمایی می‌کردیم. ارزم بزرگ مبارکتون که ببینید مسئله‌ای که وجود داره اینه که باشگاه هر باشگاهی بخواد توی لیگ بازیکن جدید استفاده کنه 48 ساعت قبل از بازی باید قرارداد رو ثبت کنه. ثبت کردن یه قرارداد معنی اینه که لیست رو خالی کنی. وقتی شما لیست رو خالی کردی بازیکن رو 48 ساعت قبل از بازی ثبت کردی، همزمان اگه بازیکنی که خارج از کشور باشه که آی تی سی باید صادر بشه، وقتی اقدامات انجام دادی میتونی بازیکن استفاده کنی. حالا آی تی سی میتونه تا روز بازی ساعت 1 ساعت قبل بازی هم صادر بشه. منتها اون ثبت مهمه که 48 ساعت قبل بازی باشه. با این تفاصیل آقای آزادی که قطعا نمیرسه. آقای ارزم بزرگ مبارکتون که آقای کجا هم من میگم تا نیم ساعت 1 ساعت قبل، نیم ساعت اون دو بازی زمانی اگر اقدامی انجام شده باشه که میرسه، ولی اگه نشده باشه بعید میدونم ایشون نمیرسه. نکته مونده که بخوای در پایان اضافه کنی؟ نه هوای تیمو داشته باشید هوادارهای عزیز. امیدوارم که نیم فصل خوبی داشته باشیم، استقلال پر انرژی پر قدرت پیش بره و بتونیم حداقل واقعا بحث مهمه، ما حداقل باید بتونیم سهمیه ورود آسیا رو بگیریم. حالا چه سطح یک چه سطح دو، چون لحاظ مبلغی ما عقب میافتیم، لحاظ هزینه‌ای عقب میافتیم و بسیار ضربه سنگینی خواهیم خورد اگر نتونیم سهمیه حالا یک یا دو آسیا رو بگیریم. امیدوارم که بازیکن بتونیم 300 اینجا جایزه میگیریم بریم بالا. اگر هم فصل بعد تو لیگ 2 آسیا باشیم با قهرمانی جام حذفی که سهمیه بگیریم 1 میلیون هم اونجا درآمدزایی داریم اگر تو لیگ 2 آسیا باشیم. خب رضا وضعیت نقل و انتقالات راضی با این شرایط؟ آیا ببین ما 4-5 سال اخیر رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استقلال تو این فصل خب به خاطر شرایطی وجود داره بازیکن تحت قرارداد هستن، بازیکن زیاد نگرفته بود، ولی این نمیشه گفت که آقا چون نگرفتیم مثلا نباید می‌گرفتیم. من راضی نیستم واقعیتش، ولی شما نگاه کنید سال گذشته تیم پیروزی فکر کنم تو این فصل 4 بازیکن با کیفیت رو گرفت. خب عبدالکریم حسن عیسی کثیف همه رو گرفت و تونست 5 تا جبران کنه و قهرمان بشه. من فکر کنم 6 امتیاز عقب بود تو این فصل اگه اشتباه نکنم، تونست با خرید تکلیفش برگردونه و برگرده. من انتظار داشتم که بازیکن حداقل بتونه دو تا بازیکن با کیفیت. الان مشکل استقلال وینگاشه. باز هم من میگم اگر با تیک‌تری بتونیم به نتیجه برسیم، تیک‌تری جذب بشه، آرامی یه ضربه جلوتر خب وینگ راستمون مشکلش حل میشه، یا مثلا محمد رضا آزادی یا کجا یکی بزنیم چپ. ببین مسئله دیگه که ما نقطه ضعفمون رو باید پوشش میدادیم که ندادیم. طبیعتا راضی نیستم دیگه، فکر نمی‌کنم که هواداران از این موضوع راضی باشن. اومدیم که درگیری رامین و حسین حسینی اینو کوتاه توضیح بده و قضیه اسپانسرها به کجا رسید. ما بانک دی شنیدم بسته بودیم 120 تا یه اسپانسر هم بهشون تو مدیریت قبلی که 60 تا قرار بود ما بده. اینم توضیح بده الان اسپانسرها به کجا رسید، اونها هستن نیستن چیه؟ بانک دی 40 تا جلو اون پول داده بود. حالا بله با اسپانسر الان هم مشکلی نیست، اگه مدیران عزیز بخوام میتونن رونمایی کنن و کاراش انجام شد. من نمیدونم دیگه چرا رونمایی نمیکنن. تمام کاراش انجام شد. ارزم به حضور مبارکتون که تمام کارهای اداریش انجام شد، جلسات گذاشته شد و حتی امضا هم زده شد تا اونجایی که خب حالا امضای آقای سمیع قانونی انجام شد. دیگه رونمایی مدیرای جدید و باید بخوام میتونن رونمایی کنن، مثل اینکه ارزم به حضور مبارکتون اعلام کردن که ما اسپانسر بهتر و قوی‌تر داریم. دیگه انتخاب خودشونه. برای پشت پیران بله اسپانسر جذب شده بود که فکر کنم 60 تا میداد باشه استقلال. حالا دیگه خودشون گفتن اسپانسر جدید میاریم و خوب میاریم. در مورد دعوای بچه‌ها در مورد اون اختلافی داستان سوء تفاهم کوچیک بود، نمیگم نبود، ولی اون چیزی که رسانه‌ها گفتن نبود. اتفاقات تو همه جای دنیا میفته، یه بحث کوچیک و رفت شد. بله رفت شد. ولی آقای موسیمانه گفت توضیح میخوام از اون جلسه و بعد به گوشش برسه، گزارش خواسته و کمیته انضباطی باشگاه هر بازیکن خواسته. ببینید آقای موسیمانه بیشتر انتقادش به سرپرست باشه و انتظار داشت سرپرست این موضوع مدیریت کنه و حتی زودتر از اینکه رسانه‌ای بشه خودش جمع کنه و حالا به باشگاه کمیته انضباطی بگه. ولی خب حالا گفته و بعد از اینکه داستانو فهمیده متوجه شد که کاملا سوء تفاهم و موضوعی نبود که اصلا در موردش بخوان انقدر در موردش کش بدن، کش قوس بدن. تمدید اندون به کجا رسید؟ اندون تمدید می‌کنه ان شاء الله. صحبت انجام شده بود که تموم شده است. مدیریت جدیدم قطعا اندون تمدید می‌کنه و صحبت هم کردم باش.